در شارت ساختمان شارت که بلندترین ساختمان است در شهر لندن در لندن بریج موقعیت داره و همچنان در پهلوی دریای تمز می باشد. دفاتر غیر دولتی، مؤسسات، رسانه ها اینجا کار میکنن و همچنان در پهلوی دفاتر کافی شاپ ها هست، رستوران ها هست، مناظر زیبا هست که مردم میایه جشن تولد خدا، سالگرد عروسی خدا جشن میگیرن و بهترین خاطرات زندگی خود برای خود درج میکنن. اما یادتان باشه هزینه‌اش بالاست، قیمتش بالاست. برج شارت یا د شارت ساختمان مثلثی است که 95 طبقه دارد و با 310 متر ارتفاع بلندترین برج اتحادیه اروپا و 46مین ساختمان بلند دنیا است. این آسمان خلاش را رنزو پیانو طراح ایتالیایی ساخته است. مالکان این برج چند مؤسسه مالی قطری هستند و این ساختمان شیشه‌ای عظیم که 95 طبقه دارد ساخت آن 450 میلیون پوند هزینه برده است. ساخت این برج از ماه مارچ 2009 شروع شده و در ماه می 2012 پیش از برگزاری بازی المپیک تابستانی 2000 لندن به پایان رسید. بینندگان سیما نیوز، ای بود معلومات درباره ساختمان شارد لندن. باز هم منتظر باشین در یک مکان دیدنی دیگر لندن. شما را به الله پاک می سپارم.